ای مظهر لطف خدا، عیسی مسیح پور خدا، ای روح خدا، عین خدا، من آمدم قبول فرما. ای دوست از جان بهترم، من بی پناه و مضطرم، از مرحمت باش یاورم، من آمدم قبول فرما. فرمودی سوی من بیا، تا آرامی بخشم تو را، به درگاهت با التجا، من آمدم قبول فرما. عیسی توی تکیه گاهم، تو را جویم تو را خواهم، نخواهد لغزید پاهایم، من آمدم قبول فرما. اول توی، آخر توی، باطن توی، ظاهر توی، طیب توی، طاهر توی، من آمدم قبول فرما. ای مظهر لطف خدا، عیسی مسیح پور خدا، روح خدا، عین خدا، من آمدم قبول فرما. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین قسمت از انجیل مقدس، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمانداران عزیز و طالبان حقیقت و راستی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سربلند باشید. اگر کتاب مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان بگشایید تا آیات این قسمت از کلام خدا یکتا را غذای روح و روان خود بگردانیم. حضرت پولس رو به ایمانداران یا مسیحیان شهر فیلیپی کرده و در رساله‌اش از آنان می‌خواهد که در زندگی مقبول پسند عیسی مسیح رفتار کنند، هم فکر مسیح باشند. در فصل اول فلسفه هم فکر شدن با منجی مقدس را بیان می کند و حالا در فصل دوم فلسفه زیستن در عیسی مسیح را تشریح می کند. نتیجه‌ای که از آیات فصل اول می گیرد را در آیات اولیه فصل دوم بیان کرده و می گوید بنابراین یا چون که این همه چیزها را براتون تشریح کردم، این نتیجه را می گیریم که به هم دیگه محبت کنید و قلباً با هم توافق داشته باشید، هم دل و هم فکر هم باشید، خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید، فروتن باشید و دیگران را از خودتون بهتر بدانید و به کار دیگران علاقه نشان بدهید. حضرت پولس می دانست که فروتنی از سخت‌ترین صفت یک انسان می باشد. پس برای اینکه به ایمانداران اهمیت فروتن بودن را یادآور بشه، در آیه 5 می گوید پس شما همان فکری داشته باشید که در مسیح عیسی بود، یا شما هم عیناً مثل عیسی مسیح فکر کنید. و برای اینکه به ما بفهماند که تا چه حد مسیح فروتن گردید، از آیه 6 اشاره به مقام ازلی و ابدی بودن و الوهیت عیسی مسیح می کند که به طور اختصار در مورد آیه 6 در برنامه گذشته عرض کردم که این آیه صحبت از مکاشفه خدا در جسم می نماید و به قول حضرت یوحنا در ازل کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی و جلال او را مشاهده کردیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. اجازه بدید از آیه 6 الی 12 که اشاره به مقام الوهیت و ازلی بودن مسیح می کند براتون آیات را ابتدا بخونم و بعد توضیحی درباره این مقام روحانی مسیح به عرض شریفتون برسونم. ولی در حین خواندن آیات بایستی همیشه این را در مد نظر داشته باشید که چرا حضرت پولس به این موضوع اشاره می کند و مقصود او از بیان این مطالب چیه. او نمیخواهد در مورد الوهیت مسیح در اینجا صحبت بکنه، بلکه او درباره فروتنی صحبت میکنه و میخواهد به خوانندگان خود نشون بده که فروتن شدن نهایتی نداره
و نباید محدودیتی برایش قائل شد. یعنی ما نگیم من تا حالا فروتن بودم دیگر نمیتونم، و یا اجازه بدیم که پس از سالها فروتنی غرور دوباره در ما رخنه کند. خیر، میگوید این حقیقت را، یعنی نهایت نداشتن فروتنی، عیسی مسیح در زندگیش عملاً آشکار ساخته. بنابراین دوستان عزیز، باز تکرار میکنم، هدف پولس از بیان این آیات این نیست که به ما الوهیت و ازلیت مسیح را ثابت کند، بلکه نهایت فروتنی او را. به آیات توجه کنید. میفرماید پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز گردانید و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه که در آسمان و بر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای تمجید خدای پدر. دوستان عزیز، اگر شما تازه به جرگه شنوندگان ما پیوستید، اجازه بدید که اول از همه این موضوع رو خدمتتون عرض کنم و به اصطلاح شوکه نشید و مسیحیان را محکوم به وجود اعتقاد به خدایان مختلف نکنید، زیرا که ما مسیحیان به یک خدای واحد و قادر مطلق ایمان کامل داریم، خدایی که جسم نداره، تولید مثل نمی‌کنه و بی‌نیاز، شریکی هم نداره و او تنها خدای یکتا و قادر مطلقه. و این خدای یکتا اسامی مختلفی داره، یا بهتر بگم که خود خدای یکتا خیشتن را به اسامی مختلفی به بندگانش معرفی کرده، از جمله آنها پدر آسمانی می باشد. برای اینکه این موضوع که ما مسیحیان به یک خدای واحد ایمان داریم بهتون ثابت بشه، فقط حتی اگر در این چند آیه توجه کنید، در آیه 9 و 11 می‌بینید که روی این موضوع تایید شده، به طوری که می‌فرماید از این جهت خدا عیسی را به غایت سرافراز گردانید. و باز در آیه 12 میگوید که این همه واقع شده تا خدای پدر تمجید یابد، یا خدای یکتا. باید گفت که اولا این آیات توجه ما را به عالم ربانیت و جاودانه معطوف می کنند. وقتی می فرماید در صورت یا در شکل خدا بود، دوستان هرگز اشاره به چهره خدا نمی کند. کتاب مقدس تعلیم نمیدی که خدا چهره‌ای دارد. خدا را هیچ کس ندیده است و نمی تواند ببیند. این پیام مسیح و پیام خود خداونده. خدا را هیچ کس ندیده. حضرت موسی این آرزو رو داشت که چهره و یا روی خدا را ببیند، اما خدا گفت که ای موسی، هیچ انسانی نمیتواند در حضور من بایستد و زنده بماند و روی مرا ببیند. عیسی مسیح میگوید که خدا را هیچ کس ندیده، ولی من او را به شما آشکار یا مکشوف ساختم. ببینید، خدا جسم نداره که چهره‌ای داشته باشه. خدا شکل و فرمی نداره. خدا روح است. پس وقتی که در کتاب مقدس جملاتی نظیر صورت خدا یا دست خدا یا چشم خدا یا پسر خدا یا فرزند خدا اشاره میشه و بیان میکند، دوستان عزیز ادعا نمیکنه که مثلا خدا صورت داره یا دست داره یا پا داره یا خدای نکرده تولید مثل میکنه و بچه‌ای داره. خیر، حاشا. بل این نوع طرز فکر درباره خدا از نظر مسیحیت مردود و حتی کفر محسوب میشه. بلکه در اینجا کلام خدا از واژه‌ها و جملات انسانی و دنیوی برای تشریح و فهم ما انسان‌ها به کار میبرد. ببینید، کلام خدا از واژه‌ها و جملات انسانی و دنیوی برای تشریح و فهم ما انسان‌ها به کار میبره تا صفت و شخصیت خدا یکتا و نادیده را بر ما آشکار کنه، تا من و شما که در عالم جسم هستیم و نه روح بتوانیم صفات و شخصیت و کارهای خدا را دریابیم. کلمه همشکل بودن به معنی ظاهر است که ابزار و آشکار ساختن طبیعت درونی یا باطنی ما می باشد. این آیات صحبت از مکاشفه خدا
در جسم می کند. وقتی می‌فرماید که خود را خالی کرد، این نیست که وقتی خدای قادر مطلق اراده نمود که در جسم انسانی به نام عیسی در این عالم خیشتن را آشکار کند محدود شد و در نتیجه دیگر خدا نبود. خیر، چون اگر خدا محدود بشه دیگر او خدا نیست. مقصود از خالی کردن از دست دادن جلال و جبروت نمی باشه، بلکه اشاره به حاضر شدن از حق امتیاز و امتیازی ویژه‌ای که خدا آن را کنار می‌گذارد تا با ما انسان خاطی و گمراه و گناهکار تماس گرفته و ما را دوباره به سوی خود برگرداند. و به قول ترجمه تفسیری نخواست از مقام خدای خود استفاده کند، بلکه قدرت خاص و جلال و امتیاز خدایش را کناری نهاد و فروتن شد و آدمیزاد گردید و به شکل یک بنده درآمد. آری، به شکل یک بنده درآمد و حتی از این هم بیشتر فروتن شد تا جایی که او را مثل یک تبهکار روی چوبه دار صلیب کردند و کشتند. ای عزیزان، برای شما که فکر میکنید خدا یک موجودی است خارج از دسترسی انسانها، شاید این آیات از نظرتون کفر باشه و خشم و عصبانیت وجودتون رو فرا بگیره و شاید تصور کنید که ما مسیحیان انسانی رو به مقام خدایی میرسانیم. خیر، این کفره. ولی اگر بگوییم خدای قادر مطلق، خدای یکتا و ازلی، خدای محبت و رحمان و رحیم از روی فیض و کرمش وقتی میبینه که بندش گمراه شده و نمیتونه به او برسه، آن وقت خودش بیاد و به طریقی در جسم انسانی خیشتن را به ما معرفی کنه، آیا این کفره؟ یعنی آیا خدا نمیتونه که خود را در جسم خودش رو به بشر نشون بده و در این حال به مقام خدایش خللی وارد نشود؟ اگر این را منکر شویم، آن وقت به قادر مطلق بودن او مشکوک شده ایم. در داستان‌های اصیل کشورمان آمده است که بعضی از پادشاهان عادل و نیکوکار برای اینکه بدانند رعیتشون چه فکر می‌کنن و چه نوع زندگی دارن و برای اینکه به مردم نزدیکتر بشن، لباس پادشاهان را از تن در می آوردن و مثل یک فقیر به منزل مردم می رفتن. در مورد شاه عباس در این مورد داستان هاست. البته ما درباره حقانیت آنها چیزی نمی دانیم، ولی اگر درست بوده باشد میگن شاه لباسی گدایی را می پوشید، با اینکه او هنوز پادشاه بود، مقامش رو از دست نداده بود، ولی در لباس یک آدم فقیر در می آمد و می رفت خونه هموطنانش تا ببیند که مردم چگونه فکر میکنن. ببینید، او در عین حالی که به اصطلاح در نظر مردم یک شخص گدا بود، فقیر بود، ولی پادشاه بود. منتها جلال و حشمت خودش رو ترک کرده بود و به صورت یک رعیت در آمده بود. چرا؟ چون میدونست رعیت نمیتونه به قصر او راه پیدا کنه، ولی اون میتونست بدون آنکه مقامش رو از دست بده خیلی راحت فقیر بشه یا لااقل مثل یک فقیر رفتار کنه و وارد منزل فقیران بشه. حالا چنین تصوری میتونه نمایشگر لطف خدا در مورد من و شما نیز باشد. وقتی پادشاهی خود را به صورت یک رعیت یا فقیر در بیاره، مگر نه اینکه فروتنی کامل از خودش نشون میده؟ مگر نه اینکه صحبت از محبتش میکنه؟ حالا پولس رسول هدف خود رو با بیان تماس خدا در مسیح بازگو میکنه، ولی در عین حال داره اشاره به ذات خدا میکنه که کلمه تثلیث در مسیحیت به وجود میاد. دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید که خدا عین اون پادشاه حاضر خودش رو در لباس بندگی به من و شما بشناساند. ولی در اینجا کلمه تثلیث ممکن است برای شما باعث افسردگی و سردرگمی بشه. اجازه بدید که در این مورد مطلبی عرض کنم. خدمتتون عرض کنم ما مسیحیان به خدای واحد و یکتا و بدون شریک و بی‌نیاز ایمان کامل داریم، اما کلام خداوند تعلیمات دیگری راجع به خدای واحد و قادر مطلق میده که بی نهایت پیچیده و از نظر عقل بشری بغرنج و مبهم است و لذا خیلی راحت امکان سوء تعبیر و تفاهم به وجود میاد، کما اینکه بوده و خواهد بود. ولی باید دانست که این تعلیمات را ما مسیحیان خلق نکرده ایم و عمدن و یا به طور تصنیعی ذات خدا را مبهم و بغرنج جلوه نداده ایم.
البته که موضوع هرچه ساده تر بیان شود زودتر سهل و قابل فهم میشه، ولی این نکته را هم باید در نظر داشت که هر موضوعی را نمیتوان غیر مبهم و ساده بیان کرد، بخصوص اگر آن موضوع ذات بار تعالی باشد. و چه خوب فرموده از سعدی که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و هم، و از هرچی گفتند و شنیده ایم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدایی را که آدمی با یک عبارت ساده تعریف کند، در واقع نمیتوان او را خدای خالق کائنات نامید، بلکه خدایی که مخلوق ذهن آدمی است. آدمی کوچکتر و ناتوانتر از آن است که بتواند خدا را به طور ساده تشریح کند. به کنه ذاتش خرد برد پی، گر رسد خس به قعر دریا. باید بپذیریم که اصولاً برای موضوعات مشکل راه حل‌های آسان و ساده وجود ندارد. هرچه موضوع عالی تر باشد، امکان ساده نشان دادن آن نیز کمتر خواهد بود. مقصود این نیست که اشخاص ساده و غیر دانشمند از درک حضور خدا عاجزند. برعکس، غالباً ایمان اشخاص ساده و غیر دانشمند به درک حضور الهی نزدیکتر می کنند تا فلسفه بافی های قشریون. زیرا بعضی از علما و رهبران مذهبی به هنگام بحث درباره خدا به عوض رسیدن به آب حیات در سراب گمراهی و تخیلات خود گمراه و سرگردان ماندند. ولی مقصود ما این است که سادگی موضوع نمیتواند معیار درستی جهت بیان و تشریح ذات الهی باشد. جملاتی مانند خدا بزرگ است و خدا محبت است، از این نظر که مبتدا و خبر در آنها به عبارتی ساده بیان شده است و نه با کلمات پیچیده و غیر مانوس، جملاتی ساده و روشن و مختصر هستند، ولی دارای معانی بسیار عمیقی می باشند که افکار متفکرین عالم را تا قیامت به خود مشغول خواهد داشت. اگر فقط به سادگی و اختصار بچسبیم و از تفکر و تعمق درباره خدا بیم داشته باشیم، در واقع اندیشیدن و فکر کردن را که از نعمت خود خداست انکار کردیم و این کفران نعمت محسوب میشه. ما باید به هر نوعی که باشد با آن مبارزه کرد. نتیجه کلام سوالی است که این سوال مهم اینه که چگونه من و شما می توانیم ذات بار تعالی را که واجب الوجوده با عباراتی ساده و مختصر تعریف کنیم و به آن قانع بشیم. سادگی صفتی است مبهم و غیر مفهوم و نمی تواند وسیله کافی جهت بیان ذات الهی باشد. سادگی صفتی است مبهم و غیر مفهوم و نمیتونه وسیله کافی جهت بیان ذات الهی باشه. البته منظوری نیست که هر عالم الهی که چیزی بنویسه و یا الفاظ بزرگی در نوشته‌هاش به کار ببره آن وقت نوشته‌هاش درستره، بلکه مقصود اینه که اگر در وهله اول عقاید مسیحی رو درباره خدا مبهم و پیچیده و مشکل و دور از ذهن خود یافتیم، به یک باره نباید به آنها پشت پا کنیم و مسیحیان را محکوم به عقیده به خدایان مختلف کنیم. خیر، بلکه یک انسان عاقل با فروتنی و صبر و حوصله سعی میکنه حتی المقدور به عمق و باطن آن جملات پی ببرد. دوستان عزیز، اعتقاد به تثلیث اقدس یا سه‌جنبگی، آن هم سه‌جنبگی ذات بار تعالی، موضوعی نیست که شخص عاقل و حقجو و جوینده بتواند نسبت به آن بی‌اعتنا باشد. اگر درباره شخصیت و ذات و اعمال خدا یکتا با دقت و تفکر مطالعه کنیم، افکار خود را تسلیم خدا ساخته و حاضر شویم که درباره او چیزهایی نه به ضد عقل بلکه مافوق عقل بپذیریم، آن وقت معلوم خواهد شد که تثلیث اقدس تعریفی است از ذات احدیت خدا که در اثر تجربه مقدسین و مکاشفه و الهام برای آنان و برای ما حاصل گشته. تثلیث اقدس تعریفی است از ذات احدیت که در اثر تجربه مقدسین و مکاشفه و الهام برای آنان و برای ما حاصل گشته و می گردد، و اینکه فلسفه بافی از طرف خدا و یا مسیحیان نیست، بلکه نتیجه پذیرفتن الهامات الهی است در زندگی اشخاص و اندیشیدن راجع به
آن الهامات می باشد. و به یاد داشته باشید که حضرت پولس خود از سرسخت‌ترین کسانی بود که به خدا یکتا، خدای ازلی و ابدی اعتقاد کامل داشت. او یک یهودی متعصب و حقیقی بود که با هر نوع تعلیمی که ممکن بود به وحدانیت خدا شکی وارد کند نه فقط مخالف بود بلکه به ضد آن قیام می‌کرد. در دنیا هیچ مذهبی مثل یهودیت به وحدانیت خدا اعتقاد نداشتند. حالا چه شد که او که دشمن مسیحیت بود، او که مسیحیان را آزار و شکنجه میداد و به زندان میانداخت، او که حتی از ترس خدا اسم خدا را بر زبان نمی آورد، اکنون درباره خدای پدر که خویشتن را مکاشفه می کند تعلیم می دهد؟ چه شد که او اکنون مسیح را خداوند خود میخوانه و این آیات بسیار مهم و عمیق که از سه‌جنبگی خدا صحبت میکند رو داره به ما تعلیم میده؟ او تحت تأثیر معلمین مسیح قرار نگرفته بود که بگیم مثلا مسیحی‌ها فکرشو شستشو داده باشن. او یک عالم علم الهی یهودیت محسوب میشد که در مدرسه مذهبی یهود فرا گرفته بود، تعلیم یاد گرفته بود و میرفت تا به یکی از بزرگترین رهبران عالم یهودیت بشه. ولی مسیح مقدس به او ظاهر میشه و خود مسیح نقاب را از روی چشمانش برمی‌افکند. 3 روز پس از اینکه بینایی خود رو که بر اثر ظهور مسیح از دست داده بود مجددا به دست میآورد، اولین کاری که میکنه اینه که شروع به تعلیم تثلیث اقدس و یا سه‌جنبگی خدا یکتا بین یهودیان میکند. هیچ کسی او را تعلیمی نداده بود جز خدا، ولی او اجازه داد که خداوند به وسیله روح القدسش او را تعلیم بده و بر اثر تجربه با منجی و خالق خود چین الفاظی الان به کار میبره تا مکاشفه خدا را برای ما مکشوفتر و روشنتر سازد، مکاشفه‌ای که خودش شاهد آن بود و آن را دریافته بود. بنابراین دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم در کلام مقدس خدا یکتا خودکشفی کرده و به وسیله این خودکشفی است که ما متوجه سه‌جنبگی خدا یکتا می‌گردیم. و اگر اجازه بدهید که خدا یکتا و بیشریک جوانب خویش را به شما آشکار سازد، آن وقت مقصود از پدر و پسر و روح القدس را خواهید فهمید و خواهید دانست که مقصود حضرت پولس از آیه 6 و 7 چیه وقتی که میگه مسیح با اینکه خدا بود نخواست از مقام خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و آدمیزاد شد و به شکل بنده درآمد و جانش را حتی در راه ما فدا کرد. دوستان عزیز، خیلی آسان تعالیم مسیحیت راجع به تثلیث را به باد مسخره گرفت، کما اینکه من نیز قبل از اینکه مسیحی بشم این کار را می‌کردم. حتی مسیحیان را کافر و مشرک می‌دانستم. ولی ای عزیزان، تمنا این که مثل من زود در این مورد قضاوت نکنید و بیهوده و ندانسته مردم را محکوم نسازید که حکم غلط خواهد بود. شرط عقل این است که با تواضع و احترام، شرط حکمت و عقل این است که با تواضع و احترام به موضوع نزدیک بشیم و سعی کنیم تا آنجا که ممکن است معانی آن را درک کنیم. اگر تنها به نفس سادگی اکتفا کنیم به جایی نخواهم رسید. باید ببینیم که سادگی خود چه اندازه روشنگر است و آیا ما را از سطحی نگریستن و ساده بودن به اعماق رهبری میکنه یا نه. حالا برگردیم به اصل موضوع و آن درسی است که حضرت پولس قصد داره به ایمانداران از بیان این مکاشفه خدایی بده، یعنی فروتن شدن. گفتیم که او درجه فروتنی را در این آیات بیان میکنه که مسیح خود را به تمام معنا فروتن ساخت. اول نزول کردن او از آسمان است یا ترک مقام آسمانی. دوم خالی شدن و یا حاضر شدن از گذشتن امتیازات خاص خدایش. سوم پوشیدن لباس بندگی. چهارم انسان شدن او. و پنجم در آیه 8 است که میگه خود را تا مرگ فروتن میکنه، آن هم مرگ صلیب. بدون شک دوستان، من و شما شرمنده شده ایم وقتی کسی برامون یه کار خوبی رو انجام میده و یا خدمتی نموده و یا اینکه یه حرف زشتی زده باشن که سبب شرم و حقارتمون شده باشد. ولی ببینید مسیح خودش رو فروتن میکنه. میگوید حتی از اینم بیشتر فروتن شد تا جایی که او را مثل یک تبهکار بر روی چوبه دار بر صلیب آویختن و کشتن. ببینید مسیح خود را فروتن میسازد. و دوستان عزیز، اگر دیگران ما را شرمنده کنند و عامل فروتنی و حقارت ما بشن، این فروتنی محسوب نمیشه.
این فروتنی نیست که خدا از ما میخواد. این نوع فروتنی نشان آشکار اشتباهات و خطایا و غرور ماست. ولی اگر خودمون را فروتن سازیم، این شرط اصلی است. اگر خودمون رو فروتن سازیم، این شرط اصلی است. و دوستان عزیز، اگر خود را فروتن کنیم، آن وقت خدا را خوشنود ساختیم و آن وقت از استادمون عیسی مسیح یاد گرفتیم این چنین فروتنی را. یعنی خود را خار بساز، خود را کوچک بدان، راه و روش زندگی مسیحایی رو طی کن و بدانی که بر اثر این نوع فروتنی خداوند ما را برکت میده و پاداش عظیمی میبخشد. در آیه 9 الی 11 حضرت پولس نشان میداد که چگونه خدا یکتا عیسی مسیح رو به خاطر اینکه حاضر شد خود را فروتن سازد، آن هم از روی عشق و علاقش به بشر او رو جلال میده و مقام عظیمی میبخشه و بزرگ میکند. میفرماید برای همین بود که خدا او را به غایت سرافراز گردانید و نامی که فوق از جمیع نام هاست به او بخشید، نام عیسی مسیح، که روزی بالاتر و برتر از هر نام دیگری خواهد بود، زیرا خدا این اسم را به او عطا کرده. و روزی خواهد رسید که هر زانویی به اسم عیسی مسیح از آنچه در آسمان است و آنچه که بر زمین و زیر زمین است در برابر او خم خواهد شد. یعنی همه انبیا و فرشتگان خدا، همه انسان‌ها، چه زنده اکنون و چه کسانی که مدفون شدن، همه در برابر خداوند ما عیسی مسیح زانو خواهند زد و او را خواهند پرستید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.